قرقیزستان صادر جباروف روز 12 اکتبر رفشنبک صابروف رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی را از مقام مشاور پرزیدنت آزاد کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت رهبر تاجیکان قرقیزستان به سبب پیشبری نامزدیش به وکیلی پارلمان از مقام آزاد کرده شده است. رفشنبک صابروف 51 سال دارد. او از 18 فوریه سال 1970 در دهه جان عریق نویه قرسوی ولایت اوش به دنیا آمده است. از سال 2007 رهبری جمعیت تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی را بر عهده دارد. رفشنبک صابروف سال 2011-2012 وزیر رشد اجتماعی قرقیزستان بود. او همین طور قبلا وکیل پارلمان قرقیزستان بود و در انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر سال 2020 نیز از حزب مکنچیل تحت رقم 10 به پارلمان پیشبری شده بود، ولی آن انتخابات به اعتراضهای عمومی پیچید که در نتیجهش پرزیدنت سورونبای ژنبکوف برکنار گردیده. صادر جباروف که تازه در روزهای این اعتراضها از زندان آزاد شد رهبری کشور را به دست گرفت. رفشنبک صابروف در حکومت جباروف به مقام معاون سروزیر تعیین شد. این بلندترین منصب دولتی در قرقیزستان است که تاجیکان زاده آن کشور نائل شده است. ماه فوریه سال 2021 صابروف از مقام معاون سروزیر برکنار و مشاور پرزیدنت قرقیزستان تعیین شد. انتخابات غیر نوبتی پارلمان قرقیزستان روز 28 نوامبر سال 2021 دایر می شود. این به جای انتخابات روز 4 اکتبر سال 2020 است که نتیجه های بحث برانگیزش سبب استعفای پرزیدنت ژنبکوف و لغو نتیجه های آوازدهی شد. از 90 وکیل پارلمان قرقیزستان 50 وکیل را توسط رویخطهای حزبی و 36 وکیل را از افزاهای انفرادی انتخاب می کنند. به پارلمان حزب‌های راه می‌یابند که در آوازدهی 3% رای به دست بیارند، از جمله نه کمتر از 0.7% در همه 7 ولایت قرقیزستان. یک حزب نمیتواند بیش از 65 کرسی پارلمان را اشغال کند. نه کمتر از 30% نامزدها در روی خطهای حزبی باید زن، نه کمتر از 15% از اقلیت‌های قومی و نه کمتر از 15% تا سن 35 باید باشند. همین طور هر حزب باید دست کم 2 نامزد از بین ساکنان امکانیت‌هایشان محدود را به وکیلی پارلمان پیشبری کنند.